اذا غضب الله علی خلقه نهانا عن جوارهم. هرگاه خدای متعال به مخلوقاتش غضب کنه ما رو از بین مخلوقاتش جدا میکنه. تمام مصیبت ها، قتل و جنگ و خونریزی، تبعیض ها و جعل های بین تمام بشریت، مرگ های ناگهانی، عامل و اون علت اصلی که دارد بیابان نشینی و غربت حجت خداست. و مادامی که حجت خدا غریب است، زندگی بشریت و انسانها هر روز بدتر از دیروز خواهد شد. پیام بیابان نشینی حجت خدا به همه ما این است که حجت خدا، ولی که اولا به نفس ماست، در قلب و خانه ما، در شهر ما جایی برای او نیست. و تا ما متوجه حجت خدا نشویم، مثل قوم بنی اسرائیل با استغاثه و زجه به درگاه خدا التماس نکنیم، مرگ‌های ناگهانی، مصیبت و درد در بین بشریت خواهد بود. خدایا به سجده ها و ناله های حجتت در دل شب در بیابان ها عجل ولیک الفرج.